اگه همینطوری اشتباه کنی نمیتونی کسی رو شکست بدی و نه اونایی که از دستشون عصبانی هستی رو ببخشی. فقط شخصیتتو ضعیف‌تر میکنه. میدونی چه جور چیزیه؟ تو یه جایی میدونی که داری اشتباه میکنی اما ریسک میکنی. وقتی اون اشتباه به دست و پات میپیچه یه اشتباه دیگه ازت سر میزنه. مثل مگسی که توی تارنکبوت افتاده. دست پا که میزنی بیشتر میچسبی و اونی که میاد بخوردت فقط اگه بفهم سمی هستی بهت دست نمیزنه. دوبله شده دار استدیو جلی. باشه قبول، زنده بود. خب از اون تله چجوری میخوای نجات پیدا کنی؟ با کمک یه نفر. خواستی که اون یه نفر مال تو باشه اما نشد. حالا منتظر کی هستی؟ کسی که مثل من اشتباهاتی انجام بده. وقتی بفهمی تو اون تله تنها نیستی حس خوبی داره. اون کسی نیست که اشتباهات زیادی کنه، کسی که فقط یه اشتباه کرده. سعی نکن از اون استفاده کنی براک. استفاده کردن ازش یکم سنگینه دمیر. اولش نیتم این بود که اونو تو نقشه هم سهیم کنم اما اما دیگه نیست. واقعا بعضی چیزا اصلا عوض نمیشه. اول روز حالا همیشه همون حرفا، همون داستانای تکراری من عوض شده. به حرفایی که میزنی خودت هم اعتقاد داری؟ شب بخیر دمیر. میخوای برگردی خونه؟ آره. نه اتفاقا خوشم اومد. یکم بیشتر تو رو شناختم. اما همش من پرسیدم، اصلا به تو فرصت ندادم. انگار حوصلت نه حوصلم سر نرفت. فقط آها تو هم میخوای مثل دمیر بین خودت و کارمندات فاصله بذاری. البته خب تو به مدیریت مالی بخش سازا رسیدگی میکنی. دمیر حتما بهت هشدار داده نه؟ قوانین شرکت و این حرفا. یه چیزی شبیه این. اما الان که سر کار نیستیم میتونی هر سوالی داری بپرسی. به کسی چیزی نمیگم من. راستش نباید اینو ازت بپرسم اما چطور رابطت با دمیر شروع شد؟ آخه شنیدم تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی گذاشته. میدونی این داستان خیلی خنده داره. راستش اولش من و دمیر اصلا از همدیگه خوشمون نمی اومد. اشتباهی با هم یه خونه رو خریدیم، همون خونه‌ای که اومدی. میخواستیم همدیگه رو از خونه بیرون کنیم. تو باید بری من باید بمونم. اما بعدش اتفاقای زیادی سرمون اومد. وقتی داشتیم با اونا سر و کله میزدیم یهو دیدیم که عاشق شدیم. خونتون واقعا خیلی خوشگله. چه میدونم انگار به جایی تعلق داری. قبلا به همچین چیزایی اصلا اهمیت نمیدادم اما انگار وقتی آدم سنش بالا میره یکم به خودش میاد. اصلا نخواستی یه جایی کلن بمونی؟ یه جای مشخص بری؟ یه زندگی ثابت داشته باشی؟ خواستم اما نتونستم. زیاد احساساتی نیستم. نه بابا کی اینو گفته؟ تو اینا رو بیخیال. آدم همیشه میتونه عوض بشه. افکارش، خواسته هاش. یه عمر واسه یک نواخت بودن خیلی طولانیه. اخم نکن پسر. خب ایلول گفته چیزی بهش نمیگم. اسمش چی بود؟ براک بود؟ اونم که معلومه چیزی نمیگه. آره براک جرأت همچین کاریو نداره. ایلول هم قول داده که نمیگه.
حتی گفت به تو هم نگم، اما پسر ببین، اون دختره چون تو رو ناراحت کرده بدجوری پشیمونه. به نظر من اشتباهش رو تکرار نمیکنه. ترس من از این نیست که میخواد به لروکس چیزی بگه. پس چیه؟ قبول، امشب نتونستی باش حرف بزنی، اما فردا که اومد میشینی باش حرف میزنی. فرق داره وداد. ببین لروکس و ایلول امشب دوست میشن، حالا میبینی. به خاطر من اگه زودتر میگفتم جور دیگه رفتار میکرد و نمیذاش وارد زندگیش بشه. از کجا میدونی؟ مگه میشه یه شب دوست بشن؟ ایلول با هر کسی صمیمی نمیشه. اما لروکس نه، با همه صمیمی میشه. یه جوری میگی انگار نمیدونی. من تونستم ازش فاصله بگیرم؟ نه. تو تونستی؟ تو یه لحظه با همه صمیمی میشه. 1000 بار بهش گفتم این کارو نکن. خب به ایلول هشدار میدادی که از لروکس دور بمونه. مثلا بهش هشدار دادم، این کارو کرد، رفتم تو جزیره گیر افتادن. نمیتونم برم پیششون، دست و پا بسته موندم اینجا. از این به بعد حتی اگه به لروکس بگم که من با ایلول قبلا رابطه داشتم دیگه فرقی نمیکنه. باشه دمیر، الکی برای خودت داستان سرهم نکن. آره قبول، لروکس وقتی بفهمه یکم عصبانی میشه، اما به هر حال دختره پاشده اومده اینجا. تو هم بهش توضیح میدی، لروکس خودش میبینه که بینتون هیچی نمونده. نمیدونم بدت، بدجوری تو بنبست گیر افتادم. لروکس. خب جواب بده، هر چی شده مهم نیست، انقدر منتظرش نذار. لونه اوقا اونجایی؟ من حاکم دریا هستم. دیوونه است. اینجا هم حاکم دریاها، حتی ودات هم اینجاست. وای واقعا که دارین بدون من پارتی میگیرین، یه دقیقه هم نمیشه تو رو تو خونه تنها گذاشت. راستش لروکس ما هم سورپرایز شدیم. گفتم الان ما یه کلیکا با پلو میخوریم، بیا داریم قهوه میخوریم. وای دمی، برای وداد یه چیزایی آماده کن بخوره. تو یخچال باربونیا داریم، توی فریزرم کوفته هست. شوخی میکنه لروکس، شوخی میکنه. اشکالی نداره، تو بازم ازش بپرس. از هپی پای شیرینی آورده. من قبلا شام خوردم بعد اومدم لروکس، ازت ممنونم، لطف داری. تو اونجا خوبی؟ آره خوبم، اینجا خیلی قشنگه. لروکس دارم میرم بالا، یه لحظه صبر. فعلا وداد. فعلا. چطوری؟ همه چی رو به راهه؟ رو به راه، نگران نباش. گوشیم تو شارژ بود، زنگ زدی الان دیدم، ببخشید. اشکال نداره، زنگ زدی دیگه، منتظر تماست بودم. خوب شد گفتی وداد بیاد پیشت، دیگه کل شب به من فکر نمی کنی و نگران نمیشی. من همیشه به تو فکر میکنم لروکس. پیش ودات هم باشم یه کسی دیگه فرق نمیکنه، تو خونه یا تو ماشین، تو جلسه یا سر کار، همه جا تو. آخه آره؟ دمیر، میخوای یه چیزی بهت نشون بدم؟ آره نشون بدم. نشون بده. وای ببین من چی پوشیدم. خیلی خوشگل شدی. نه بابا الکی نگو، به من و ایلول خانم پیژامه ساتن دادن بپوشیم. وای خیلی خندیدیم. وقتی زنگ زدم فکر کنم با اون بودی. آره رفتم به شب بخیر بگم، یکم سر صحبت رو باش باز کردم. اونجا طوفان تموم نشده؟ نه هنوز ادامه داره، برای همین فکر اومدن به اینجا رو نکن، بشین با وداد فیلم ترسناک ببین، الان دقیقاً موقعشه. ترسناک؟ باشه پس بذار من اینجوری به توضیح بدم. توی جزیره گیر افتادی، بیرونم طوفان شده، قایقام کار نمیکنن، آسمون شکاف خورده، رد و برق میزنه، به خونه یکی که تازه امروز باهاش آشنا شدی رفتی و پیژامه یه غریبه رو پوشیدی. به نظرم تو رسما الان وسط فیلم ترسناک هستی، برای همین تو تعریف کن من گوش میدم، مثل همون فیلم دیدن میشه. دمیر زشته به خدا، چرا منو میترسونی؟ الان به خاطر تو نمیتونم بخوابم. من بهت گفتم اون جلسه رو تموم کن و بیا. دمیر این چه حرفیه؟ من اینجا دارم واسه تو مشتری میگیرم، اون وقت تو اینجوری تشکر میکنی؟ الان اون خونه حتما خیلی هم قدیمیه، وقتی باد به وسط تکون میخوره صدا میده، برقا قطع میشه، حتی از ایوونش صداهای ترسناکی میاد. دمیر نکن این کارو، به خاطر تو کابوس میبینم امشبا. صدای پا از راه رو میاد که جلوی در اتاق تو میسته،
بعدش دستگیر آروم به حرکت در میاد. وای دمیر خیلی بدی، اما من نشونت میدم. بذار بیام خونه. از من بترس دمیر ارندی. حالا میبینی چجوری کابوست میشه. تو بیا بعدش هر کاری دوست داری بکن. وقتی اینجا نیستی خونه واقعا سوت و کوره، تک و تنها و بیکس. از در و دیوار صدا در نمیاد. دمیر سکیز و موسیولاک پشت اونا کجا؟ نگران نباش عشقم، نگران نباش، جاشون امنه. آخه وقتی حرف از خونه میشه اسم اونا در اولویت قرار میگیره. برای همین باید بهشون بیشتر رسیدگی بشه. نمیذارم توی این هوا زیر بارون بمونم. واقعا که دمیر میخوای همیشه اینو تو سرم بزنی؟ بیا جاش. آره ای بابا خیلی خوب باشه دمیر، برو وداتو تنها نذار. به منم اصلا فکر نکن. نه دیگه فکر کن. آره فکر کن، اما نگران من نباش. خب خیلی خوب باشه. در مقابلش چی بهم میدی؟ منم به تو فکر میکنم. مثلا چجوری میخوای فکر کنی؟ اوف دمیر باشه برو دیگه. باشه شب بخیر عشقم. شب بخیر دمیرم. ببین باز داری شیطونی میکنی یا؟ خب وضعیت چطوره؟ دقیقا همونطور که میترسیدم. رفته با دختر صمیمی شده. حالا صمیمی شده مگه چیه؟ یعنی چی کار میشه کرد؟ حتما یه حکمتی توش هست. سخت نگیر، به هر حال لروکس تو رو دوست داره، یه جوری حلش میکنی. امیدوارم. سخت نگیر. خیلی خب دیگه من میرم. باشه میبینمت. فعلا. الو براک، چیزی شده؟ همه چی رو به راهه؟ براک این دختر خیلی بانمکه. آره همینطوره. یعنی انگار یه جورایی انرژی مثبت و خوب به آدم میده. انگار من دمی رو درک میکنم. منم درکش میکنم. آره میدونم. لروکس همه رو تحت تاثیر قرار میده. من از لروکس حرف نمیزنم. خودتو اذیت نکن باشه. من خوبم. امشب تلاش کن به هیچی فکر نکنی، فقط استراحت کن. شب بخیر. شب تو هم بخیر. اون هنسفری بورا بود داره؟ انگار مشکل خیلی بزرگه. عزیزم تو خوبی؟ انگار یکم حال و حوصله نداری. آیدا بیا یکم تو بزن، خیلی حال میده. ببینم با برا حرف زدی؟ آها
چی گفت که به این حال و روز افتادی؟ مگه حال و روزم چشه؟ من خیلی هم خوبم. دیگه نمیخوام بد باشم آیدا. تموم شد رفت. دیگه نمیخوام بد باشم، گریه کنم، ناراحت شم. اصلا حتی دیگه نمیخوام اسم برا رو بشنوم توی این خونه. باشه عزیزی دلم. بیا ما یکم بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. تعریف کن ببینم امروز چی شده. آره من برم شما راحت حرف بزنید. نه ابراهیم جان، جایی نرو. راستش من میخوام بگیرم بخوابم. اصلا حوصله حرف زدن ندارم. شما بشین راحت باشین. از این روزای خوبتون لذت ببریم بچه‌ها. باشه؟ شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. عزیز دلم، اختلافش با برا کاملا اعصابشو به هم ریخته ابراهیم. آره اصلا فکر خوبی نیست که فاصله بینشون بیفته. باید قدر نزدیک بودن رو بدونی، مگه نه؟ من هنوزم از دست عصبانیم. باش، میتونی عصبانی باشی اما ازم دور نشو. پس چجوری میخوای بفهمی که من از دست عصبانیم؟ خب داری میگی؟ از دست تو ابراهیم. چی شد؟ دردت گرفت؟ چی شد آخه؟ ببخشید معذرت. اشکالی نداره، مهم نیست. میگی از موتورم نیافتادی؟ نمیخوای بگی چی شده؟ قاطیه یه دعوا شد. چی؟ شوخی میکنی مگه نه؟ منظورت همون دعواییه که توش مشتلکت داره؟ آره اما خیلی هم اکشن نبود، زود تمام شد. ای باورم نمیشه ابراهیم. اینجا هم درد میکنه؟ باشه پس بیا بشین. آره راستش درد میکنه، خیلی درد میکنه، بدجوری درد میکنه. دمیر لروکس 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 مطمئنی که نمیخوای با هم بیای؟ اما قبلا گفتی که با هم میای. چیزی شده؟ لروکس یه چیزی هست که به هم نگفتی. دوبله شده در استدیو جل. نمیخوای بگی دمیر؟ دوست دارم دمیر. خداحافظ. لروکس لروکس برمیگرده مگه نه؟
لروکس، حالت خوبه؟ تو خواب تو رو دیدم. منم تو رو. چی دیدی؟ تو چی دیدی؟ خواب دیدم تو اتاقت خوابیدی، داشتی عرق میکردی. حتما داشتی یه کابوس میدیدی. من تلاش کردم از خواب بیدارت کنم اما بیدار نشدی. وقتی بیدار نشدی خیلی ترسیدم. بیدارم کردی. خوشحالم که هستی لروکس. تو چی دیدی؟ ولش کن. یه خواب چرت و پرت دیدم، یه چیزی که اصلا اجازه نمیدم اتفاق بیفته. دمیر خوبم نگران نباش. خوب باش، فکرای بد نکن. خب دیگه بخوابی، هرچه زودتر صبح بشه. شب بخیر عشقم. شب بخیر عشقم. بفرمایید، با کی کار داشتیم؟ صبح بخیر. صبح بخیر. اینجا خونه ترکان خانمه؟ دیشب یکی از دوستام نتونست برگرده خونه، اینجا تو این خونه مونده. زنگ زدم جواب نداد. فکر کنم هنوز بیدار نشده. معلومه که این دوستتون خیلی براتون مهمه، چون هنوز آفتاب طلوع نکرده تا اینجا اومدی. بله مهمه، اما نباید انقدر زود می اومدم. من یکم دور میزنم دوباره برمیگردم. خانم، صابونه رو آماده کنم؟ آماده کنین. چشم خانم. من ترکان هستم. خیلی خوشبختم. من دمیر ارندیلم. دمیر خان؟ برای دیدن شما روز شماری میکردم. بفرمایید بریم توی حیاط. مروه آی نترس نترس، آروم باش. منم. خوبی؟ خوبم. آره خوبم. یکم حواسم پرت شده بود، واسه همین ترسیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب دیروز وقتی آیدا اومد گلا نصف نیمه موند دیگه. خب هیچی دیگه، گفتم بیام تمومش کنم، اما چون دیشب بارون اومده بود خاک یکم گلی شده بود. بعدش اینا رو دیدم، گفتم اینا رو هم بگیرم بکارم، اما خب خوب شده. یعنی فکر کنم یکم بد شدن. اگه نشده در بیارم از اول بکارمشون. ها مروه جون، اونا خوب شدن، مشکلی نداره. بیا اینجا ببینم. بیا اونا رو بیخیال. تو از ساعت چند اینجایی؟ هوا تازه داشت روشن میشد. تازه داشت هوا روشن میشد؟ خب صبحونه خوردی؟ نه، من یکم دیگه میرم. یعنی آره اصلا برم. دارم مزاحمتون میشم. اگه نه خب اصلا بهتره من از همه جا برم. آخه همه دارن ازم فرار میکنن. خودم فهمیدم. آره من دیگه میرم. باش، حالا که میخوای بری پس این کارو بکنیم. از گلخونه که رفتی بیرون برو سمت راست، بعد اول کوچه رو تا آخر برو. نه من خودم با تاکسی چیزی میتونم برم، نگران نباشی. نه با تاکسی نمیشه. تو رفتی بیرون برو سمت راست مستقیم ادامه بده. باشه؟ خب خیلی دور نیست. وقتی به ته کوچه رسیدی مهمت اونجاست. مهمت
سیمیتاش حرف نداره. تو از اونجا سیمیت بگیر، من چای دم میکنم. سیمیت؟ آره سیمیت. اصلا نیازی نیست به اونا دست بزنی. تو به مهمت بگو منو داداش وداد فرستاده. بگو 3 تا از اون خوباش بهم بده. زود باش دیگه، الان همه سیمیتا رو میخرن تموم میشه. زود باش زود باش. باشه. دمیر خان کدومشونه؟ منظورتون از کدومشون چیه؟ دوستتون. اونی که قوی نشون میده اما زود میشکنه یا اونی که شکننده نشون میده اما قویه؟ امیدوارم اونطوری که به نظر میاد شکننده نباشه. لروکس خانم؟ میدونم قویه، اما بازم نباید خیلی آدم ها رو تحت فشار قرار داد. درسته میگم؟ خانم‌ها تو بعضی از شرایط از چیزی که فکر میکنین قوی تر هستن، اونم زمانی که عاشق بشن. دنیا رو به خاطر عشقشون به هم میریزن. معلومه که این درباره منم صادقه. صبح بخیر. صبح بخیر لروکس خانم. بفرمایید شما بفرمایید، من یه سر به آشپزخونه بزنم و بیام. میبینی فقط یه شب نبودی لروکس، کم مونده بود همه دیوارای خونه رو سرم خراب بشن. یعنی اینقدر دلت برام تنگ شده بود؟ دمیر ما باید چی کار کنیم؟ یه روزم نمیتونیم از هم دور باشیم. ساده است، یه روزم از هم جدا نمیشیم. نه نمیشیم اصلا. ببین چقدر خوب شدی داره خریدیم. ببین تو هم دیگه میتونی از این به بعد بارک درست میکنم. از اون یکی من برای کرب نگه داریم. در پشتی هم که خوب بسته نشده. بذار ببینم. ای بابا حالا نگاه میکنیم. اول این پاکتی که دسته تر بذار زمین. بذار ببینم. وای خدا. میبینی همه جا آب گرفته. ببین از پشت بوم هنوزم داره آب میاد. ای خدای من. خب الان چی کار کنیم؟ چند ساعت دیگه مشتری میاد. بهتره به آیدا زنگ بزنیم. به آیدا زنگ بزنم. آیدا رو ولش کن، به محرم زنگ بزن بیاد. به اون بزن. راست میگی، به اوستا محرم خوبه. زنگ بزن. باشه الان زنگ میزنم. وای. صبونه حاضره. خیلی ممنون، اما ما دیگه رفع زحمت میکنیم چون باید برگردیم شرکت. آره خب دیگه کار داریم. اجازه ما هم دست شماست، هر جور مایلی. ترکان خانم اگه وقت داریم یکم در مورد جزئیات با هم دیگه حرف بزنیم. با کمال میل. شما برین، من ظهر برمیگردم. خداحافظ. به امید دیدم. به سلامت. بفرمایید لطفا. بفرمایید بشینید. درسته صبونه کاملی نیست، قبول، اما دیگه قشنگ نیست سیمیت و خشک و خالی بخور. میگم رو سیمیت یه چیزی به مال بد بخور. اگه خوشت نیومده هم که هیچ. نه از اون نیست. راستش من اصلا نمیفهمم دارم چی کار میکنم، چی میخورم. ببخشید. نه خواهش میکنم. پس میزی که چیدم مشکل نداره. نه خیلی هم خوبه. نوشه جان. اگه جای مشکلی هست یعنی اگه مشکلی این وسط هست خب پیش میاد. ببین مثلا اونجا عسل هست، یه حشره میاد و میفته توش. تو این وضعیت به نظرت باید عسل رو کلن بریزیم بیرون یا فقط اون حشره رو از توش در بیاریم؟ به نظرم باید خوب در این مورد فکر کنیم. اصلا بهتر حشره نگیم، مثلا بگیم زنبور ها، چون وقتی گفتی حشره من یه جوری شدم. باشه زنبور باشه، حتی چرا دل تو رو بشکنیم، پروانه باشه.
اما اگه پروانه بیفته که پروانه حیف میشه. برای همین اگه بفهمم قرار پروانه بیفته تو عسل، در عسل حتما میبندم. کار خوبی میکنی. فکر کنم دمیرخان همه چیو بهتون گفته، نه؟ اینکه تو شرکت عصبانی شدم و این چیزا. فکر کنم میدونی که ازدواجم به مشکل برخورده. نه راستش چیزی نمیدونم، اما چون تو این هوا کله سحر پا شدی اومدی گلخونه، پس حتما چیزی ناراحتت کرده. آره کرده. خب چیزه، واقعا ببخشید، یعنی بیخبر اومدم گلخونتون. چه میدونم حتی بدون اجازه نهال کاشتم. خواستی یه خوبی در حق دمیرخان کنی، اما من رسما رو سرت خراب شدم. این روزا رو سر همه دارم خراب میشم. هر کی سلام میده به هم بدهکار میشه. یه چیزی بگم، کم نهال کاشتی. تو هر وقت دوست داشتی پاشو بیا این بری. ولتاژ تو خیلی بالاست، باید اینو به خاک بدی. ممنونم وداد خان. خان؟ خانو دیگه از کجا در آوردی؟ همون بداد کافیه. باشه. یه چای دیگه بیارم؟ نه ممنونم. خب من دیگه برم شرکت. برای صبحونم متشکرم. در ضمن به خاطر اینکه تحملم کردیم خیلی ممنون. اوه تو هنوز تو مراحل اول درده‌ای. من هر روز اینجا با دمیر ایرندیل تو مراحل بالا سر و کله میزنم. آره همینه. چقدر خوب شد. خب دیگه پاشو بیا برات یه تاکسی بگیرم. دیشب نگفتی تو خواب چی دیدی؟ دیدم که رفتی. کجا؟ نمیدونم. چمدون تو برداشتی و رفتی. حس ترسناکی بود داره؟ تو خواب دیدی. فکرشو بکن. من تو رو وقتی با چمدون داشتی از خونه میرفتی دیدمت. مگه خواب نبودی؟ وقتی داشتی میرفتی از پنجره نگات میکردم. خیلی حس ترسناکیه. معذرت میخوام. آخه چرا این کابوس رو دیدی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ وقتی من برمیگشتم استانبول رو اون تپه وایستادم. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم به استانبول خوش اومدم. اما بدون اینکه بدونم چه سورپرایز قشنگی برام داره. بعدش اومدی خونه و کلنگ داشت میخورد تو سرت. دقیقا همینطوره. اون موقع که میخواستیم همدیگر از خونه بیرون کنیم تو یه شب خیلی... اگه میخوای بگی اون کارو عمدن کردم؟ نه نمیدونستم. کل شب بغلت کردم خوابیدیم. وقتی صبح متوجه شدم خیلی از دست هم عصبانی شدیم. اینو خیلی خاطرات خنده داریم. اما وقتی تو اینطوری گفتی انگار یه جورایی ناراحت شدی. ناراحت نشدم. همشون خیلی عجیب، خیلی قشنگ، خیلی غیر واقعی بودن. در این حال خیلی هم واقعی بودن. دمیر تو چته؟ تو این مدت تو بهترین اتفاقی هستی که تو زندگیم افتادی. حتی بهترین اتفاق عمرم هستی، میدونی؟ و من زیاد به این عادت ندارم. یعنی تو زندگی من یه چیزایی همش بد پیش میره. برای همین سعی میکنم عادت نکنم. وقتی هم که عادت میکنی چرا منو دوست داری؟ این دیگه چه سوالیه دمیر؟ تو متوجه نیستی چجور آدمی هستی نه؟ من چجور آدمی هستم؟ دمیر میدونم الان این چیزی که داری تجربه میکنی، یعنی این احساسی که داری، تو فقط یه شب تو اون خونه بدون من موندی.
من 2 روز بدون تو گذروندم، 2 روز کامل دمیر. کم مونده بود عقلمو از دست بدم. میدونی ما چی کار میکنیم؟ خونمونو بفروشیم، بریم یه جای امن، بریم زندان در رو قفل کنیم اصلا. نه اون کارو نکنیم. اونجا یکم گرم بود. اگه وای آره واقعا بعد جوری اونجا گرم بود. میشه بهم یه قولی بدی؟ اگه یه روز از دستم خیلی ناراحت شدی، اگه دلتو شکستم، یه چیزی هیچ وقت فراموش نکن باشه. من تو عمرم هیچ کس اندازه تو دوست نداشتم. دوبله شده در استدیو جل. خیلی دوست دارم دمیر ارندیل و هیچ وقت ولت نمی کنم و جایی نمیرم. قول میدم. تو این فکر رو انداختی تو سرم، خودت هم باید بیاریش بیرون. امایی وجود نداره. من باید ببینم دفتر این ایت باز مونده یا نه. میگی 2 روز به دوستمت ها؟ وای کجا؟ مگه فرقی هم میکنه لروکس خانم؟ واقعا دلم نمیخواد بهش فکر کنم. به زور شبم رو صبح کردم. بذارین بشینم کارم رو انجام بدم، کسی هم چیزی ازم نپرسه. تو اصلا نگران نباش، کسی نمیتونه ازت چیزی بپرسه. من اینجا به کسی اجازه نمیدم. آروم باش، آروم باش. من فقط یکم احساس تنهایی کردی. دخترها چه خبرهای خوبی داشتیم مگه نه؟ منم با برا حرف زدم، اونم داره با وکیل حرف میزنه واسه طلاق. میتونی به لروکس 2 روز مرخصی بدی؟ معلومه که بدون حل این موضوع نمیتونیم هیچی رو حل کنیم. باشه. مشکل عشق سابق منم، مشکل خانوادی هم که براست. مشکل نامزد سابق مال کیه؟